آقا اگه اجازه بدیم من برم. هری خواهر داری؟ متوجه نمیشه. خواهر داری؟ خیلی. پس نداری. میدونی خواهر یعنی چی؟ نه دیگه. خواهر یعنی دختر مادرت. نسبتاشو میدونم. پس نسبتا رو میدونی. پس واسه چی اون دفعه با یه جعبه شیرینی یا یه دست بیل پا شدی اومدی خواستگاری خواهر من اصلا خواستگاری خواهر شما نیومدم. من خودم نامزد دارم. اون دفعه به چی گفتم؟ چی گفتی؟ گفتم دفعه بعد که بیای روده هاتو در میارم. گفتم یا نگفتم؟ نه من نبودم. شما منو سوار کردی ببری ولنجک. میدونی فرق خواهر با آبجی چیه؟ خیر متاسفم. پس نمیدونی. خواهر برای آدم نمیمونه، میشه زنه تو، ولی آبجی برای آدم میمونه. آبجیتون براتون میمونه. پس واسه چی اومدی خواستگاری آبجی من؟ نه شما منو سوار کردی ببری بانک.